دوستانی که عاقل هستین میفهمین از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنید. حق فقرا را جدا کنید، حق فقیر را جدا کنید. الله در مالت برکت میده. دوستان عزیز، اسلام آمد تا جامعه را زنده کنه، بیدار کنه. اسلام دین عطوفت است، محبت است، دوستی است، برادری است، همدیگر فهمی است. ما مسلمانان باید راه و روش رسول الله بگیریم، بخصوص در رمضان. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه شریف رمضان به مانند باد فزان، صحابه در حدیث صحیح آمده است. این حدیث صحیح است، من از خودم گپ نمیزنم، حدیث صحیح است. پیامبر مثل باد فزان خیرش به مردم میرسید. ما چی شده است امروز وقتی که یک بیمار یک کسلی را در سبق‌های مجازی میمونند، در کامنت‌های مردم میبینی گپای قبیح میگن. ای دوستی عزیز، میتونی کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح. مردم نیاز دارن به کمک. میتونی بکو، کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح نگو. من از شما خواهش میکنم که مرا کمک کنید، ولی به خاطر فرزندانم التماس برای من کمک کنید. شما کمک خود را در این رمضان بزرگ از من دریغ ندارید. خداوند کدومی که به من کمک میکنه پروردگار و خداوند رو سربلند بگردم. پروردگار کمک های خود را برای من دریغ ندارید. برادران گرامی، از شما خواهش میکنم خداوند برای من کمکی خود را دریغ ندارید. برادران خیرخواه در